سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران خواهران قرب اسیر ملی امروز البته برای شما میخواهم برسانم. بچه‌ها چه متاسفانه کورس 125 سوم و 80 درهم شده. کورس هر زمان عوض شدنش ممکن است. روز سعید جمعه به همه شما مبارکباد باشه. وقتی که من ویدیو میکنم کورس همین قدر است. شاید بعد ویدیو کردن ما ان شاء الله کورس بالا بره و شاید که کورس پایان بفرایه. نفرانی که ویدیوی من دیرتر تماشا میکنین میبینین که کورس یا بالا رفته یا پایان فرامده در کامنت‌ها گپ‌های قبیح می‌نویسونن میگن که ویدیوی دروغ برآورده. نه برادر و خواهرها، عین زمان 125 سوم و 80 درهم شده. کورس هر زمانی که عوض میشه خودت ویدیو را شاید 2 ساعت بعد می‌بینی، 5 ساعت بعد می‌بینی، 10 ساعت بعد می‌بینی. در 5-10 ساعت هر چی شدنش ممکنه. شما همین ساعت را کم ترک اهمیت دین. وقتی که ویدیو را تماشا میکنین همون تگ ویدیو در نویسندگی که مقصد چند ساعت شد ویدیو را برآوردن شه. مقصد کم ترک کلاتونا کار بفرمونید، گپ‌های قبیح گپ نزنید. یخی بیناموساش باور کن به خدا والله بالله تالله سمیه حقارت میکنه. آخه خودت سمیه نداری بدبخت. الله مهربان هر کجایی که باشین سربلند و خانه آباد باشین. لایک پادپیسکا همش بچه‌ها چه دروغه، فقط یک دستگیری میشوه. لایک پادپیسکا پول هم نمیتیه، یگان رزولتات هم نشون نمیتیه. فقط نشان میتیه که ما و شما اتفاقیم، همین کانال دستگیری میکنیم. تمام بچه‌ها چه فکر و عقیده خودتان رو حتما در کامنت‌ها بنویسونین. مقصد کی پرافای کی نپراف. ویدیوی نو باشه انتظار شین. کورس وقتی که بالا میروه من داژ نگاه نمیکنم روز دیگری ویدیو کنم. وقتی کورس بالا میروه حتما برای شما ویدیو کرده باز پرتفتن میکنم. خدا نگهبان ما و شما تا ویدیوی آینده. خدا حافظ.